سلام دوستان، من ریحانه رودباری هستم، مدرس طراحی لباس. امروز اومدیم با آموزش پورتفولیو. پورتفولیو اصلا یعنی چی؟ پورتفولیو بچه‌ها یکی از مهمترین رزومه‌هایی که یه طراح لباس باید داشته باشه. شما زمانی که میخواین وارد بازار کار توی ایران یا خارج از ایران بشین، چه مزون چه تولیدی میخوایم واردش بشین، باید پورتفولیو داشته باشین. نیازمند نمونه کار هستین. نمونه کار شما فقط جوجمان و اسکچ‌های معمولی که میزنید نیست. برای اینکه بخوای وارد بازار کار بشی، نمونه کارتو پرزنت کنی و خودتو معرفی کنی به این دنیا، حتما باید پورتفولیو داشته باشی. وقتی که بخوای کارآموزی کنی، دنبال یه تولیدی معمولی یا یه مزون معمولی هم حتی باشی، حتما باید پورتفولیو داشته باشی. چرا؟ چون که پورتفولیو 0 تا 100 طراحی لباس رو توش قرار گرفته. دیگه مثلا نیازی نیست از شما سوال اضافی پرسیده بشه. همون رو نشون بدین، نشون میده که شما کی هستین. یعنی داره شما رو به عنوان یک طراح لباس معرفی میکنه. بنابراین یه آیتم خیلی مهمه، یه آیتم خیلی ضروری برای شما و چیزی نیست که بگیم حالا صرفا حالا نیازی نیست داشته باشیم، نمونه کارامون هست کافیه. نه، اینجوری نیست. این موضوع چیزیه که 100% هست، یعنی 100% باید داشته باشین، چه توی ایران چه توی خارج کشور. به خصوص حالا بچه‌ای که میخوان اپلای کنن و شمایی که شما دیگه باید چندین پورتفولیوی قوی داشته باشین تا بتونین خودتون ارائه بدین، تا بتونین شما رو مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار بدن. بنابراین آیتم خیلی مهمیه، چیزی نیست که بخوایم حالا دست کمش بگیریم. خب حالا بچه‌ها توی ترم خلاقیت ما چیا یاد گرفتیم؟ یه توضیح بدم بعد بریم سراغ پورتفولیو. توی ترم خلاقیت چی کار کردیم؟ جلسه اول اومدیم راجع به کانسپت صحبت کردیم، راجع به موضوع صحبت کردیم، از اون موضوع ازش بارش فکری یا طوفان فکری گرفتیم. بعد اومدیم یه سری کلمات کلیدی آوردیم، از کلمات کلیدی به یه سری عکس ها رسیدیم. حالا با اون عکس های کلیدی و موضوعاتی که داشتیم یک سری رنگ ها رو انتخاب کردیم. بعد اومدیم به انتخاب پارچه رسیدیم. اینجا اومدیم مودبوردمون رو تشکیل دادیم. مودبورد یعنی چی؟ یعنی یه صفحه الهام بخش. حالا یه سری موضوع در مورد حالا موضوع مودبوردمون میتونه در مورد چی باشه؟ یه سری موضوعات میتونه در مورد خداییان باشه، یه سری موضوعات میتونه در مورد معماری ایران، معماری تخت جمشید یا جنگل، زنانگی و قدرت، در مورد فیلم‌ها مثل هری پاتر یا در مورد دریا، در مورد هر موضوعی بنا به درخواست شما، در مورد هر موضوعی که بخواید میتونید مودبورد خودتون رو تشکیل بدین بچه‌ها، که اون منبع الهام شما باشه که بتونین از اون خلاقیت خودتون رو داشته باشین. حالا عکسی که پیدا کردین که برای مودبورد و کلمات کلیدی که در آوردیم و اون رو تبدیل به یک مودبورد کرده، یعنی اون عکس ها باید از اون عکس ها حتما الهام بگیرین توی کارتون. بعد از اون اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم روش های متفاوت رو بهتون یاد دادیم. یعنی روش های برای خلاقیت، یه روش مستقیم اسکمپر بود، یه روش غیر مستقیم مفهومی بود که با هم دیگه آموزشش رو کامل دیدیم که من بعدا تو کانال یوتیوب حتما براتون میذارم و شما کانال ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. حالا بعد از اون اومدیم چیکار کردیم؟ به روش‌های خلاقیتی که یاد گرفته بودیم، حالا چه اسکمپر چه معمولی چه مفهومی، اومدیم اسکچ زدیم. اسکچ یعنی چی؟ یعنی طراحی سریع. حالا یه نفر امکان داره 20 تا اسکچ بزنه، یه نفر امکان داره 10 تا بزنه، یه نفر امکان داره 5 تا بزنه، یه نفر امکان داره 50 تا بزنه. این دیگه بستگی به خودتون داره. شما هر چه تعداد اسکچتون بیشتر باشه، خلاقیتتون بیشتر، نمونه کاری که میتونی ارائه بدین بیشتره، ذهنتون قدرتمندتر میشه، حتی کاراتون بیشتر میشه تو این هیته. وقتی اسکچتون بیشتر باشه، کالکشنتون قوی‌تر و قدرتمندتره. و خب این بستگی به شما داره. یعنی اینجوری نیست که حالا ما بخوایم بگیم کسی رو مجبور کنیم که شما حتما باید 30 تا اسکچ بزنین. به خودتون برمیگرد. هر چی که تعداد اسکچ هایی که میزنین بیشتر باشه، شما انتخاب بیشتری دارین برای اون کالکشنی که دارین انجام میدین. هرچی هم کمتر باشه، همون رو معمولا توی پورتفولیوتون قرار میدین که خیلی حالا خلاقیت خاصی هم نداره. بازم این بستگی شما داره. خب داستان پورتفولیو چیه؟ به فرض مثال شما اگه مثلا 30 تا اسکچ زدین برای من فرستادین و من کامل نگاه کردم و حالا عیبو گرفتم و رفع اشکال کردم،
اومدیم از توی اون 30 تا حالا 5 اومدیم 6 تا 10 تاشو انتخاب میکنیم، بهترینش رو انتخاب میکنیم و شروع میکنیم به کالکشن سازی. امکان داره که از بین 30 تا اسکچ ها 28 تا انتخاب بشه. چرا میگم امکان داره 28 تا انتخاب بشه؟ اون بستگی به خلاقیت شما داره که موقعی که دارین اسکچ میزنین، پس اینم بستگی به شما داره. حالا من بر این میگیرم که شما اسکچ 30 تا زدین، 6 تا رو انتخاب کردیم و میخوایم پورتفولیومون رو ببندیم و میخوایم با هم دیگه صفحات پورتفولیویی که اینجا کشیدیم و پیش بریم ببینیم صفحه اول چیه، دوم چیه. اینو تو ویدیو بعدی بهتون میگم، حتما ما رو دنبال کنید.